اکثر کشورهای منطقه و حتی جهان به خاطر پیشگیری از شیوع کرونا ویروس یا کووید 19 تمام مکتب و مدارس، دانشگاه ها و حتی کودکستان هایشان را تعطیل کرده اند. مرکزهای تجارتی، بازارها، طربخانه و سینما همه بسته اند. تنها در تاجیکستان نه مکاتب تعطیلند و نه بازار و جایهای جمعیتی دیگر. فقط مسجد درش بسته شده است. واقعا تعجب آور است که مقامات کشور هنوز 2 هفته قبل با بهانه پیشگیری از پهنشوی ویروس در این مسجدها را بسته بودند، اما تا حال نه تنها مکتب و مدارس بلکه کلوب‌های شبانه و سینماها و مکان‌های تفریحی هم کرانتین نشده‌اند. حداقل چرا مکتب و دانشگاه ها تعطیل نمی شوند تا اقلاً نسل نورس از این بیماری فراگیر و کشنده حمایت شود؟ با در نظر داشت مناسبت مقامات تاجیکستان به معارف میتوان بدون استحاله گفت که این هیچ بستگی به معارف دوستداری حکومت ندارد. معارف کشتر از این حکومت امروزه ما کسی ندیده است. سبب به نظر ما یک چیز است. اگر مکتب و دانشگاه ها تعطیل شوند، باید دیگر جایهای جمعیتی و مکانهای تفریحی هم بسته شوند. در این صورت جمعشوی زیاد مردم هم باید منع گردد و همه این به یک نتیجه می رساند. جشن نوروز باید لغو شود. اما لغو جشن نوروز ساده نیست. در آن باید پیشوا حضور پیدا کند، برقصد و تعظیم هزاران نفر به خودش را تماشا کند و لذت برد. برای رهبری که یک کشور را به نابودی رسانیده است، هیچ موفقیت در هیچ ساحه ندارد، در محفل‌های سیاسی جهان راه ندارد، در جهان به حیث یک دیکتاتور و مردم آزار شناخته شده است، تنها همین یک دلخوشی باقی مانده است: سجده مردم نزد پایش. سالهاست که امام علی رحمان به بیماری ستاره‌ای، یعنی گفته روزها زویازن بلزم گرفتار است. از تعظیم ها، شعر سرود در وصفش، کفکوبی ها و تملق ها لذت میبرد. این تملق و تعظیم ها برایش مثل مخدرات است و او معتاد. چند نواری که تازه به دست پیام رسید نشان میدهند که آمادگی به جشن نوروز در شهر خوجند که جشن اساسی کشور با حضوری پیشوا آنجا برگزار میگردد جریان دارد. با ازدحام بزرگ و بدون رعایت قاعده های بیخطری طبی. مرحمت، خودتان ببینید. خدا نکند که یکی از اشتراکچیان این ازدحام ها گرفتار ویروس کرونا باشد. وگرنه تا پیشوا دازه مخدراتش را در 21 مارس میگیرد که هزاران نفر را مبتلا به کرونا ویروس میکند. مقامات حاضرند برای دلخوشی لحظه‌ای پیشوایشان جان هزاران نفر را در خطر گذارند. اصلا این تجربه نو نیست.
در مارشروفکه ها که تنی یک کرته اطلس در زمستان قهرتون و آفتاب سوزان تابستان دختران نورس را نگاه می‌دارند، الکی 10 ها قربانی گرفتند. رادیوی پیام در حال جمع آوری اسمای قربان شده هاست و به زودی آن را نشر خواهد کرد. حالا باشد تعجب آورش این است که والدان، پدر و مادران به کجا نگاه میکنند؟ به کجا؟ مقامدارها که در غم کرسی خودند و برای این کرسی های نرم و گرمشان حاضرند حتی از مقدساتشان بگذرند، ولی والدان این هزارها نورس و جوان این فرزندان زیبایشان را مگر از کوچه یافتند که پروای از ویروس کشنده ندارند؟ تماشابینان گرامی، هموطنان ارجمند، برایتان بگویم که وضعیت تا این حد ساده نیست که شما فرزندان خود را به تجمع مردم اجازه دهید. امروز از منبع معتمد به ما خبر رسید که نتیجه تشخیص 6 نفری برگشتگان از چین که در کرانتین نگاهداری می شوند مثبت برآمده، اما مقامات آن را پنهان می دارند. سبب پنهانکاری مقامات جشن نوروز تخمین زده می شود. جشن نوروز. 2 نفر این مبتلایان شهروندان چین بوده، 4 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان گفته می شود. طبق اطلاع منبعی که این خبر را به ما داد، یکی از چینی های مبتلا به کرونا ویروس رهبری نمایندگی شرکت خواوی در تاجیکستان بوده است. همه گرفتاران در بیمارخانه زیر طبابت قرار دارند و اطلاع درباره سرایت شدگان دیگر وجود ندارد. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند تا انجام جشن نوروز خبر را رسانه‌ای نکنند و کسی از این خبر نیابد. این دهشت است. ای مردم، این دهشت است. در همین حال برآمدن به جایهای سیرادم، شرکت در مارشروفکه و جشنگاه ها این خودکشی است. این بی‌پروایی نه به جان 1 نفر و 2 نفر بلکه به جان هزارها تهدید می کند. ای هموطنان، چرا وقتی مقامات فرزندان شما را در این حالت مدهش برای رفتن به مارشروفکه جلب می کند شما مهر به دهان زده اید؟ این بی‌پروایی شما به گونه دیگر گوییم قاتلی است. قاتلی فرزندان دوسرویک خود. شما لطه به لطه خون جگر شده فرزند کلان کردید تا که 2-3 بیخرد و ابله به خاطر منصب فرزندان شما را قربان کند. آخر اگر شما امروز می ترسید که فرزندان دانشجویی شما را به خاطر نرفتن به مارشروفکه از دانشگاه خارج می کنند، وقتی به وبا گرفتار شده فوتید چی می کنید؟ از فرزند دانشجویتان نام و نشانی نمیماند. مراجعت دیگری من به شورای علما: شرمتان باد. شما لختک های بیزبان و سرخم وقتی درهای مسجد برای نماز جماعت بسته شد گفتید مقامات کاری درست میکند و باید برای پیشگیری کرونا ویروس نماز جماعت خوانده نشود. چند نفر دامولای بیناموس هم برآمد با آیات و حدیث این را دستگیری کرد. اکنون چرا خاموشید؟ اکنون چرا نمیگویید که مارشروفکه و تجمع مردم هم باید به خاطر پیشگیری کرونا ویروس لغو شود؟ شما رنگ کاهنان معبد آمون فقط از دین منفعت میجویید و دین را به تجارت تبدیل داده اید. چرا اقلا در این حالت مدهش در پهلوی مردم نیستید؟ این چه بی‌ناموسی؟ مراجعت دیگری من به ضیائیان و روشنفکران و آزاداندیشان: شما چرا خاموشید؟ شما چرا مهر به لب زده اید؟ چرا نمیگویید که ای مردم این حالت مدهش است؟
این حالت نگران کننده است. و چرا به مردم مراجعت نمی کنید؟ به مردم نمی فهمونید که در این شب و روز تجمعی مردم، در این شب و روز گردی هم آمدن، مشرافکه رفتن ها، این خودکشی است. چرا شما خاموشید؟ همچون یک نفر همین ملت، همچون نفری که صدها پیوندانم را خطر مرگ، خطر وبا، خطر کرونا ویروس تهدید میکند، مراجعتم این است که وضعیت امروزه مسئله مرگ و زندگی است. ای مردم، یک جسارتی کنید، فرزندان خود را از رفتن به موضع‌هایی که در آنجا ازدحام مردم است باز دارید. خصوصا از رفتن به مشرافکه ها، ایدگرتک و جمشوی ها باید همگان خودداری کنیم تا از پی یک مشرافکه و رقص و بازی یک روزه ماه و سالها عزادار نشویم. الله را پناه.